آیا ما به سادگی می توانیم تمدید کنیم یا اینکه کدام شرایط را ما باید پشت سر بگذاریم؟ دیدیم او پشت سر که می‌بینین البته او جایی هست که اذیت و آزار میکنن، میگن 150 میلیون بدی بعد ثبت نام کنیم. در ایران انجام بدیم با اعتقاد انجام بدیم و همیشه زبان رسایی در مقابلش داشته باشیم. در غیر اون صورت به نام خدا. سلام افغانستان، سلام جهان، سلام ایران. هموطنان عزیز، به گزارش امروزی ما خوش آمدید. عنایت خیرخواه هستم و از کشور ایران در خدمت شما برنامه اجرا می کنم. عزیزان دل، در گزارش امروزی ما قرار است ما بریم با هم ببینیم که پاسپورت را چگونه ویزایش را تمدید کنیم. و خیلی از هموطنان ما که البته در ایران میآیند و در ایران قرار میگیرند، بعد از اینکه وقت پاسپورتشان پر شد نمیدانند چگونه تمدید کنند و چگونه به کجا رفته و چی مراحل را باید طی کنند. امروز در این گزارش تمام مراحلش را طی میکنیم و در کنار هم میبینیم که باید چگونه پاسپورت را ما تمدید کنیم. پس از شما میخوایم برای انرژی بیشتر ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان گوزنی زنگوله را فشار بدید و لایک و کامنت رو از یادتان نبرین که هر کامنت شما کوه انرژی هست برای ما. در ادامه با ما باشید، انشالله که بیشترین جزئیات را در آخر براتان ارائه میکنم. خب عزیزان دل، قرار است بریم مراحل را انجام بدیم و در کناری که مراحل را انجام میدیم انشالله با ما باشین و بتوانیم از بیشترین خواهش البته ببینیم که چگونه میشه و چگونه نمیشه. خب عزیزان دل، ادامه گزارش هست. ما در اون جایی که دفتر کفالت بود رسیدیم. او پشت سر که میبینین البته او جایی هست که البته تمدید ویزا و چی میشه، پاسپورت البته ویزاش تمدید میشه و در میریم از نزدیک میبینیم که آیا چگونه هست اونجا، آیا ما به سادگی میتوانیم تمدید کنیم یا اینکه کدام شرایط را ما باید پشت سر بگذاریم. پس ادامه گزارش را با ما باشید. ادامه برنامه هست. یکی از هموطنای ما هست که البته میخوایم همراهشون گفتگو کنیم، انشالله که شما هم نعمت باشید. اسمتون چی هست شما؟ اسمم سید ظاهر هاشمی است، از ولایت فاریاب، ولسوالی گرزوان. بله، از ولسوالی گرزوان ولایت فاریاب هست. بله. و اینا هم از همشهری خود ما هستن، از فاریاب زمین. خیلی عالی. اینجا آمده بودین چیکار کنین شما؟ اینجا آمده بودیم به خاطر برگه‌های سرشماری که ثبت نام کنیم. دیگه اذیت و آزار میکنن، میگن 150 میلیون بدی بعد ثبت نام کنیم. اگه نه ما خودم 2 دانه برگشت هم گرفتم، الان عکسشم پیش ما هست، ولی میگه باید 150 میلیون بدی. اذیت و آزارمون میکنن. خلاص به خاطر این میجورونن. در کشور خودمون هم کار و غریبی نیست که بریم اونجا سرپناه کنیم، در پیش خانواده‌مون باشیم. دیگه
دی گپا نباشه، مجبور هستیم حالی نداریم چیکار کنیم. 150 میلیون در قبال یه فقط اینکه اقامت بده شما رئیس. آره کارت هوشمند بده. کارت هوشمند که بعدش بتوانین بیمه به دست بیارین، از خصوصیاتش البته برخوردار شد. بله بله بله، اگر نداشته باشیم میگه برو دیگه نمیشه، ورقت باطل است. خیلی خواسته شما چی است از دولت افغانستان؟ خواسته ما از امارات اسلامی است که در بینش هم خوبه واقعیت دیگه. انشالله که ما کمک همکاری از دست ما باشه براتون انجام میدیم. یک تشکر از اینکه همراه ما مصاحبه دادید. خیر و صحت باشین. از امارات اسلامی خواهش ما می است که اگر هر چند مردم افغانستان آواره و بدبخت باید کل گره در زیر نظر بگیرن، دست یکدیگر بدن، همه را در آغوش خود بگیرن که فعلا صاحب قدرت هستند. با خیر و صحت باشین. خدا سلامت باشین. خدا شما. سلامت باشین. خب عزیزان دل، با یک از همشهریای ما مصاحبه کردیم که البته در مصاحبه‌شان دردهای دلشان را گفتن و با ما شریک ساختن و امیدوار هستم که به تمام خواسته هایشان برسن و این ملت رنج دیده و غم دیده از کشورهای آواره، از کشورهایی که همسایه ما که آواره هستن اینجا نجات بیابند. در ادامه گزارش با ما باشید. خب عزیزان دل، ادامه گزارش هست. ما آمدیم دفتر کفالت و از دفتر کفالت رفتیم سوال کردیم که ما پاسپورت داریم، ما چگونه ما تمدید کنیم و بعدش بدون کدام معطلی البته سریعا پاسپورت ما را گرفت و تاریخش را چک کرد و تاریخش را چک کرد. گفت در همون روزی که باید تاریخ پاسپورتتان باشه همون روز بیاین. امروز تاریخ 9 بود، فردا تاریخ 10 هست و فردا گفت باید شما بیاین و اینجا پاسپورتتان ما تمدید کنیم و مو ویزایش تمدید کنیم و همون کارهایی که باید انجام شود و مراحلی که باید طی شود رو اونجا انجام بدیم. و در کنار این عزیزان دل، جایی که یگانه چیزی که براتون میگم همیشه چیزهایی که مثلا میخواهیم در ایران انجام بدیم با اعتقاد انجام بدیم و همیشه زبان رسایی در مقابلش داشته باشیم. در غیر اون صورت اگر به احترامی شد، اگر دیگه شد، اون تقصیرش بر دست خود شما هست. عزیزان دل، این بود گزارش امروزی ما. امیدوار هستم که فیض و برکت را برده باشیم و در گزارشات بعدی ان جاهای دیگه رو شاید براتون نشان بدیم و مراحل های دیگه رو براتون راهنمایی کنیم که چگونه از ایران سیم کارت بگیریم، چگونه بریم تذکره الکترونیکی بگیریم، آیا امکانش هست آیا امکانش نیست. سلامت باشین. امیدوار هستم هر کجا هستین سابسکرایب، کامنت و لایک یادتان نره و ویدیو را به دوستانتان هم شریک سازین که از مشکلات و دغدغه‌های پاسپورت حل شود. و ناگفتن هم باید گذاشت که البته دفتر کفالت آدرسش رباط کریم هست، رباط کریم کنار پارک معلم، کوچه ولیعصر 1. سلامت باشین. مخلص شما، عنایت خیرخواه.